دوستان، شرکت داروهای گیاهی داروهای ارگینال و تورانی تازه را به شما توصیه می‌دهیم. اکمنی پاستا برای پرستادید و مردانگی را به قوت کردن. سمیوان برای بزبالش ویسکری ای 12 تا 15 کیلو را ویس می‌دهند. مینوکسیل برای موی سرورش را حفظ کردن و برآوردن. پیگمنتو برای کسل پوست و بیماری پیس. کریم فرنگ برای مهلت نمخوبگی را طولانی کردن ای 20 تا 45 دقیقه را. فدزور برای خراب شوی ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنند. و همچنین داروهای کرم برای کودک و آدمای کلان. میتونین با باوری از شرکت داروهای گیاهی داروهای خودتان را زکس کنید. دستافکه به تمام شهرهای آسیا هست و همچنین اگر مسکو باشه به تمام مترو دستافکش به پول. مرحمت. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. خداوند از شما و از نزدیکان شما راضی باشد. دوستان، در زیر ویدیو لایک مانید و تا آخر خوب گوش کنید. امیدوارم این قصه ما، این موضوع ما بر همه شما معقول می شود ان شاء الله. روزی به مغازه خوراکواری یک زن داخل شد که لباسش لباس فقیرانه و خود کمی ناراحت بود. همین وقت ناراحت شده به نزد صاحب مغازه نزدیک شد و گفت: شوهرم در حالت خیلی وزمین است و به یگان کار دستش نمی رسد و همچنین ما صاحب 5 فرزند هستیم که همه ما از گرسنگی عذاب کشیده شبها خواب نداریم. صاحب مغازه باشد غضبانه نگاه کرده گفت: ای زن تربنده، زود از مغازه من برآمده خودت را گم کن. این زن باشد گرسنه بودن فرزند و شوهرش را با حال و زار خسته زاره میکرد. این زن می گفت: التماس جناب، شکم فرزندهایم را سیر کرده به کوچه برای کار کردن روان می کنم و البته آنها که مبلغی کار کرده آمدند حتما قرض شما را بر می گردانم. صاحب مغازه باشد به گفته های این زن گوش نمی انداخت و پروایی نداشت، حتی که یک لقمه نان برایش نداد. همین وقت یک مجاز که بیرون از مغازه بود زار و ناله این زن را شنید و دشنام این صاحب مغازه را شنید و داخل مغازه شده و صاحب این مغازه گفت: با این زن چیزی که میخواهد دهید، من کفیل میشوم قرضش را بر میگرداند. اگر نگرداند من خودم بر شما قرض این زن را میدهم. صاحب مغازه به زن نگاه کرده گفت: آن چیزهایی را که باید خرید کنی آیا با خود کاغذ آوردگی هستی؟ این زن گفت: نه، چیزی نیاوردم بجز یک کاغذ. فروشنده گفت: پس همان کاغذ را روی ترازو گذار تا که من دیده برایم. این زن فقیر کاغذی را از جامه خود گرفت، روی ترازو گذاشت. همین وقت همان سنگی که باید وزن کشیده شود پایان رفت و چشم این دو مرد که یکی کفیل دیگر فروشنده بود کلان کلان باز شد و چی شده ایستاده اش را نمیدانستند. فروشنده چیزی که لازم بود به این زن داد. زن به مردی که کفیل شده بود و او عرض و سپاس کرده بیرون از مغازه شد. پس از برآمدن این زن از مغازه، فروشنده و مرد کفیل دوان کاغذی که گذاشته بود خواندند. در این کاغذ باید چیزهایی که خرید میکرد، نه دیگر چی نوشته شده بود: پروردگاری من به چی نیاز داشتنم را تنها خودت میدانی. از حال و زار من تنها خودت باخبر هستی، گرچنده بندگان تو بخبر هستند. خودم را بر تو تسلیم میکنم و بر تو امانت کردم فرزندهایم را و بر تو توکل کردم. خودت رزق فرزندانم را برسان و تو هیچ بیچارگان را تنها نگذاشته ای، من را نیز تنها نگذار. صاحب مغازه پس از خواندن به مانند سنگ سخت شده ماند. همین وقت مردی که کفیل شده بود و صاحب مغازه مبلغ را دراز کرد و گفت: بقیه اش لازم نیست. در همین وقت صاحب مغازه اشک از چشمانش جاری شد. گفت: خداوند چه ذات مهربانی هست که هر یک انسانی که در کدام حالت نباشد او را در پناهش حفظ میکند. خداوند امروز آن را برای سنجش به نزد من روان کرد. من از همان چیزهایی که برای اون زن دادم راضی هستم و قرض این چیزهای دادم را از تو پس نخواهم گرفت. شاید که این عمل من در نزد خدا یک عملی خیلی خوب باشد. گفته می نویسد مؤلف.